به قول میدم زنده میمونی. اگه تو فروشگاه ها جعبه معجزه میفروختن، چند نفر از شما میدویدید برید اون جعبه رو بخرید و داشته باشیدش؟ خب بذارید ایست بهتون بگم، معجزات تو جعبه من میتونم هاست. من میتونم و اگه بخواید اونو داریدش و شما بخواید میتونید جعبه میتونم ها رو برداشته بازش کنید و بگید میتونم 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 میتونم. خیلی امشب خوش میگذره. برای موفق شدن تصمیم بگیرید. کسی باشید که حاضر به رها کردن و ول کردن نیست. صبح از خواب بلند میشید، اگه با ترس از چیزی شروع کنید، این باید از دهانتون بیرون بیاد. من امروز هراسی ندارم. از کارهایی که امروز باید بکنم هراسی ندارم. در واقع نه تنها هراس ندارم، بلکه ازش لذت هم میبرم. از رانندگی تو ترافیک لذت میبرم، از ظرف شستنم لذت میبرم، از خونه تمیز کردنم لذت میبرم. هر کاریو که امروز قراره بکنم با شادی میکنم، چون این شادی حق منه به عنوان فرزند خدا.